نکن بعد کار سر کنید. سبب اومدن شما خدا خواهد همین چیزه. هر کس خدا. اینا اولاد بزرگی که یک عمر یعنی امامتی یعنی یارب باباشون داشتن، پدرشون داشتن. برای شمس‌الدین. باباشون شادیبای. دامولا 10 خوری پادشاه بودن بخارا بود. دامولا بخارا بود. 88 به مردن دامولا. خدا رحمتشون کنه. استادای همین دامولا اینا. خدای مهربانی گذشتگی‌ها که همه شاهدی میکنن که خوبترین و بهترین انسان ها بودن. اولاد با شما شد خواهشون رو خدمت کنید. باقیمانده از او عیال و فرزندایی که هستن عمری دراز خدا در اکل ما را خداوند جمع شما جمع با خیر و سعادت و محصول جمع شما فرزندایی که هم صورت خوب و هم سیرت خوب داشته باشن، فرزندایی که ننگ داشته باشن، ناموس داشته باشن، فرزندایی که توفیق داشته باشن، فرزندایی که خدا تأثیر داشته باشن. الله نصیب شما در این محله شما، در این قشلاق شما که اینقدر مهر و محبت و اخلاص خدای مهربان شما را همتون از جمیع آفات بالا نگهدار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. کم طرف من یک کوچه سمیدن کم کم با گفتم بابایشون نوردینم که حوصله ما گوش دیده نمیدیم. لیکن خیلی نمی خداوند که نمی یک مهر محبت اخلاص نمی یک بگیم در دلهای شما که همین نزدیکی های همین چیزا که هست این کشیده میگیره میره برکت و اخلاص نگهبان کنید انشاءالله. ما در کجا میشه نمیدیم این وطن های ما اومدن از یک گنرالی درسته به آفرین دیگر کسی بدونه و بیا انوای گنرال ندونه و بیا چیگاه نیست. محمد صالح پردیل وقتی کلاب به من مهمانش گرفتم این شمه دامی مصلحت کنیم بعد کلاب مهمانش کردم خانه در مهمانش گرفتم ساعت 1 شب در بعد مسجد در مهمانش گرفتم ما ریزک ساده هست بعد همون مسجد ما در آغاز صحبت شده همین را سر کرد. اون وقت من از سماویت پایان شدم من در دستم یک کرته دادن یک کاغذ دادن که در اونجا نویسندگی که اهالی تاجیکستان چند کس است، زمین های مثلا هموارش چقدر است، کوه هاش چقدر است، زمینش حاصل خیز هست نیست، همه شمیتا به ترتیب خواندم. بعد لیکن گفت آنچه که در ذهن من گذشت و در بالای ورق نبود. این زمین نه تنها زمین حاصل خیز دارد، این زمین زمینی هست که امام بخاری را بیرون کرده. مقصد این زمین زمینی است که امام مسلم را بیرون کرده بیاید که 6 تا سیهای سیتایی که ما داریم دنیا را نام یا فرا گرفته یا از همین زمین را بیرون شده بیاید. گفت اینش منم محض کرده بیاید. یکی الحمدلله در این خیلی دیارا با بین مثال ماها خدا یکتا را عبادت میکنیم محبت به یک پیغمبری که چشم ما ندید استش فقط به گوش ها مقصد ما او را شنیدگی داریم انشاءالله دیارای ما را با زیبایی شهرین خدا با محبتاتون زیاد کنه الله خیر کنه انشاءالله برای خدا خیر کنه با این نور بالای نوره در حدیث آمده که کسی عالم باشه و بعضن عالمیش با مال داشته باشه و از مالش با احسان خیر داشته باشه این بالاترین بنده خدا هست. بالاترین بنده خدا هست. این صفت های همین انسان دارم. انا که ما چی گفتیم که برادر ما وقتی که هم علم دارن و هم مقصد باز با فیض و مثال چیزی را که شما نسبت دادیم خدا خواهد اینا هست خوبترین بنده خدا خدا برکت شد. آمین. شهید بزرگیت وای میگه که یک حرف اگر یک کسی یک الف آموزون ما برام دارم یک الف برای تعلیم تیار ما برامش
که مقصد وی هم غلام به معنای نیست که دیگر ما یکم چیزی زیشت در رسوندگیم همچون که همونا خچار تا اندازه حقی همون استاداش رو بغم میکردن که من از این یک علیف آمد یا خود امید صلات مسعودی در وقتی میخونیم طلبه بودیم همون عرفه اولش در ابو حنیفه را میگه وقتی از یک یهودی یک چیام خود سکه با بالی میرسه یهودی بوده سلام وقتی پوش را برداشت و مقصد پیشاب کرد همون چه با بالی رسیدگی همین قدقه پیاد گرفتگی نمیگه پیش بچه هم یهود میکست که ما از پدری یک مسئله را مختگی ها خدا برکت میکنه شما مقصد مردمی اینجا این هست وقتی تا اگر یک کس یک جور با جای دیگر نروه و نمیشناسمش این همین خیلی هست با مصره های طلع البدر و علینا قطی پیشوازش گرفتن من سنیت الوداع یعنی آفتاب در مدینه ما طلوع کرد از اونجا پیشت کنه اینجا همچه آفتاب قبولت کنه یعنی حضرت مقصد همین خیلی شد جایی یعنی هر کس خیلی باز در جا که ایواز کردن با خدا عزت قبیل کرد